چرا با وجود خوبی هایی که میکنیم بهمون بدی میشه؟ چرا کارهای خوبمون به چشم بقیه نمیاد؟ اگه کسی هستی که خیلی از خود گذشتگی میکنی ولی کسی قدرتو نمیدونه، پس این ویدیو رو تا آخر ببین. بعضی وقتا ما تمام تلاشمون رو میکنیم ولی به چشم نمیاد. کلی خوبی به یکی میکنیم ولی در آخر بهمون بدی میکنه. گاهی واسه اطرافیانمون کلی زحمت میکشیم، تلاش میکنیم که حالشون رو خوب کنیم، ولی اونا زمانی که حالمون خوب نیست بلمون میکنن. شاید فکر کنید دلیلش بی‌معرفتی آدما باشه، ولی اینطور نیست. احتمالاً شنیدی که از محبت خارها گل میشوند و فکر میکنی با محبت و خوبی زیاد میتونی روی بقیه تأثیر بذاری، ولی اینم شنیدی که میگن خوبی که از حد بگذرد نادان گمان بد کند. شاید فکر کنی که مشکل خوبی کردن زیاده، ولی اصلا اینطور نیست. مشکل اصلی تو هستی که به خودت توجه نمی کنی. زمانی که به خاطر راحتی بقیه خودت رو ناراحت می کنی یا به خاطر کمک به بقیه خودت رو نادیده می گیری، داری به خودت بی احترامی می کنی. دنیا جوری طراحی نشده که هر جوری با بقیه رفتار کنی باهات همون جوری رفتار بشه. دنیا جوری طراحی شده که هر جوری با خودت رفتار کنی همون جوری باهات رفتار میشه. البته این به این معنی نیستش که با بقیه بد رفتاری کنیم، چون اعمال ما چه خوب چه بد به خودمون برمیگرده. اگه به خودت احترام نمیذاری، کسی بهت احترام نمیذاره. اگه خودتو کوچیک کنی، بقیه هم تو رو کوچیک میکنن. اگه خودتو بی ارزش بدونی، بقیه هم تو رو بی ارزش میدونن. تصویری که تو از خودت داری همونیه که دیگران میبینن. اگه خودتو ضعیف میبینی، بقیه هم تو رو ضعیف میبینن. تا تو یاد نگیری خودتو دوست داشته باشی، کسایی وارد زندگیت میشن که تو رو دوست ندارن. تا یاد نگیری به خودت احترام بذاری، کسی بهت احترام نمیذاره. پس مشکل از بقیه نیست، مشکل خودت تویی. شاید فکر کنی که اینطور نیست و خیلی خودتو دوست داری، خیلی به خودت احترام میذاری، ولی دوست داشتن و احترام به خودت نباید لفظی باشه، باید توی عمل و رفتارت نشون بدی. وقتی یکی بهتون ابراز علاقه کنه ولی در رفتارش بهتون توجه نکنه و ناراحتتون کنه، شما نمیتونید احساساتش رو قبول کنید. پس شما زمانی واقعا خودتون رو دوست دارید که توی رفتارتون نشون بدید. حالا چجوری خودمون رو دوست داشته باشیم؟ چجوری به خودمون احترام بذاریم؟ به این سوال هزاران جواب میشه داد. من چند مورد رو میگم، ولی شما باید با توجه به شرایط خودتون بهترین جوابها رو پیدا کنید. اول از همه خودت رو از گذشته جدا کن. اگه توی گذشته شکست خوردی، خودت رو بازنده ندون. به خاطر اشتباهات گذشته خودت رو سرزنش نکن. آرامش خودت رو در اولویت قرار بده. هر چیزی که به قیمت از دست دادن آرامشت باشه زیادی گرونه، پس رهاش کن. برای خوشحالی و راحتی خودت تلاش کن، همونطور که برای خوشحالی بقیه تلاش میکنی. لازم نیست کار خیلی بزرگی بکنی، فقط کاری رو انجام بده که بهت حس خوبی میده و دوستش داری. خودت رو همون جور که هستی قبول کن. خودت رو با کسی مقایسه نکن. وقتی خودت رو با کسی مقایسه میکنی، یعنی خودت رو پایین تر از اون میبینی و حس بی‌ارزشی داری. زاویه دید نگاهت رو تغییر بده. وقتی خودت رو ضعیف و پر از عیب و نقص ببینی، نمیتونی به خودت حس خوبی داشته باشی. بهترین دیدگاهی که کمکت میکنه حس خوبی نسبت به خودت داشته باشی اینه که خودت رو از نگاه خداوند ببینی. یکی از اشتباهات ما اینه که خودمون رو از نگاه مردم میبینیم، ولی باید خودمون رو از زاویه نگاه خداوند ببینیم. خداوند چجوری ما رو میبینه؟ خداوند ما رو با ارزش میبینه. خداوند از روح خودش در ما دمیده. ما از نگاه خداوند فوق‌العاده ترین مخلوقش هستیم. مثل مادری که همه جوره بچه‌ش رو دوست داره، خدا هم همه جوره ما رو دوست داره. همه چی به زاویه نگاه خودمون بستگی داره و بهترین زاویه‌ای که میتونیم داشته باشیم زاویه نگاه خداونده. پس خودتو دوست داشته باش تا ارزشمند هستی. برای اینکه رابطمون رو با اطرافیانمون خوب کنیم،
اول باید رابطمون رو با خودمون خوب کنیم. کسی که با خودش مشکل داشته باشه قطعاً نمیتونه با دیگران مشکلی نداشته باشه. یک عامل دیگه هست که باعث میشه رابطمون با بقیه بهتر بشه که توی ویدیوی بعدی توضیح میدم. مرسی که تا آخر با من همراه بودین. من میخوام با آگاهی کمکت کنم زندگی بهتری داشته باشی. پس کانال رو سابسکرایب کن و اگه سوالی داری توی کامنت ها برام بنویس. دوستتون دارم. خدا نگهدار.